که پیامبر صلی الله علیه و سلم نه دارای قامتی بلند و نه هم دارای قامتی کوتاه بودند، یعنی قد و قامت و بلندی پیامبر صلی الله علیه و سلم متوسط بودند و همچنان در رابطه بالآخره برنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که رنگ چهره مبارک نه بسیار سفید بود و نه هم بسیار گندمی شکل بود، بلکه متوسط بودند و همچنان در رابطه بر موهای پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که موهای پیامبر صلی الله علیه و سلم نه بسیار زیاد معجد یعنی جنجله بود و نه هم بسیار زیاد لشم و درشت بود. دوستان من، این بود صفات جسمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم. این تنها در رابطه بر قد و قامت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. موضوعی که امتی رسول الله هستیم وقتی که یک جای خواستگاری روان میکنه،